شیخی به میان قومی رفت و گفت میخواهید احکامی به شما بیاموزم که در دنیا و آخرت سعادتمند شوید؟ قوم یک صدا گفتند نه. شیخ زایه شد و آن قوم سالها به خوبی و خوشی زندگی کرد. سب کن بینم ناکس، چرا فقط زورت به این بدبخت بیچاره عظما میرسه که اگه 2 تا سنگ از آسمون بیفته یکیش میخوره صاف تو سرش، دومیش چی میشه؟ وا میشه تو نوبت که اونم بخوره تو سرش. راست میگین آقای دکتر، امام جمعه تربیت کرده بشه قاطق نونش شده بلای جونش. منظورت این حاجی صدیقیه که دوباره اومد راه بره گلگی رو زد به پک و پهلوی مقام عظمای بدبخت؟ آقا حاجی صدیقی، یه نصیحت بهت میکنم، آویزوی این گوشت کن وگرنه گوشات آویزو میشن. تو فقط گریه‌تو بکن. وقتی لابلای گریهات حرف میزنی همه فکر میکنن ممکنه خیلی احمق باشی، ولی وقتی زبون باز میکنی سخنرانی میکنی دیگه همه مطمئن میشن که خیلی احمقی. با اون بحث آشغالت. صدیقی تو چیشام نگاه کن، فاصله ذهن تا دهن یه نقطه است. پس تا وقتی ذهنت بسته اون دهن لامصب تو بسته نگه دار. میخواستم بگم آدم شو ولی دلم نیومد تو شرایط سخت قرارت بدم. ریشه این حرفا البته تو گیجی بنبسته. آخه این بدبخت صدیقی تو جاده صاف چقدر بهوشه که تو بنبست چقدر باشه. قربت برم اونو نمیگم که تو هم گرفتی ما رو. گیجی مال عظماست. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که یارو رفت دکتر گفت دستمو که تکون میدم درد میکنه. دکتر گفت حالا تکون نده. طرف گفتش که چون خیلی احساس بامزگی میکرد گفت دکتر احساس نمیکنی این جوک یه کمی قدیمی شده؟ دکتر گفت مشنگ فشار سنجو میگم تکون نده. روشن شد یا بذارم تا فشارت بره بالا؟ بنا نبود آقای دکتر. آقای دکتر درست تو شرایطی که مقام عظما گیج شده که این نوچه‌هاش باید بیان کمکش، اونا هم گیج‌تر از قبل میزنن. داستان چیه؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن که سفیدی مو ارسی نیست، اما بدبختیایی که مو رو سفید میکنه ارسیه. اینجا بدبختیایی که آدمو گیج میکنه سر کل نظام اومده، همه گیجن. آیه دکتر فکر نکنین من الان وامیستم دعوا میکنم که مقام عظما گیج نیستن. من الان سر مثالای خر و گاوم که شما میزدین دیگه هیچ تعصبی ندارم، ولی منظورتون از این گیجی دقیقاً چیه؟ مقام عظما گیج نبود، گیجش کردن. اولش گاردشو قشنگ بسته بود ولی چپ و راست خورد. تو بوکس میگن کامبینیشن که دعا کن به سرت نیاد. مشهد، کرمانشاه، ایزه، ارومیه، تبریز، درود، اهواز. اشتباه دکتر کشتی بدبختو. قربه برای هنو کلی شهر مونده. بعد این وسط سازمان ملل هم گزارش میده التیماتوم 120 روزه با اون 4 تا شرط کمرشکن هم میاد. صادق ریزم میره تو لیست. دکتر دلمو کباب کردی. صادق لرجانی خودش هیچ، اون 63 تا حساب بانکیش بی صاحب میشن. وضعیت عظما رو من این وسط با یک مثال بوکسی. پس تا حالا چی بود؟ قربه برم الهی همین الان نشی کامبینیشن میخورد. گوش کن حالا تا بعد آرزو بکنی که 10 تا کامبینیشن تو پک و پوز عظما بخوره، ولی اینطوری که شده نشه. در اون ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن بوکسوره بعد جوری خورده بود منگ بود. تو استراحت بین 2 تا روند رو اون 4 پای کوچیکه نشسته بود، داشتم بادش میزدم. یه مرتبه زنگ روند بعدی رو زدن. برگشت تو همون حالت منگی به مربی گفت عزیز جان برو ببین کیه داره در میزنه. روشن شد یا برفستمت بری بین 2 تا روند. دکتر پس این که مقام عظما توی صحبت‌های اخیرشون گفتن میتونین بیان برای حق حقوقتون تظاهرات کنین، اما همون گیجیه، چون از نظر علم استراتژیکی این خودزنی است. نه این مال گیجی از این بیشتره. همون بوکسوره رو به زور دوباره فرستادنش تو رینگ. بعد که دیگه آخر نشش از رو رینگ جمع کردن بردن تو رختکن، انقدر منگ بود که وقتی بردنش زیر دوش حموم به دوش میگفت گریه نکن همه چی درست میشه. دلم کباب شد برای عظمای من. اون 4-5 تا سرداره که موقع خالی بندی می آوردنشون هارت و پود کنن هم پیداشون نیست. بابا اونا که همون اول کار خودشون اول صف مشنگان، آبی ازشون گرم نمیشه که خودشون رو باید بوکسر کرد تا تکون بخورن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه یه سگ تنبل داشت،
هر وقت دزد میمد خونه سگه رو میذاشت تو فرقون میدوید دنبال دزد. اما بحث پایانی در پایان یک تصویری از وضعیت استراتژیکی عظما ارائه نمیدم که نمیدم، بکشیم نمیدم. مگه مغز علم الهدا خوردم که بدبختی های لاعلاج عظما رو کنم اینجا وسط برنامه؟ خوب شد که چیزی ارائه نمیدین. اگه میخواستیم وضعیت درب و داغون رو برسونی دیگه چی میگفت؟ اگه میخواستم وضعیت درب و داغون وضعیت بدبختی که سر عظما